پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه از حکومت تاجیکستان خواست به حقوق مردم احترام گذارد و سرکوب و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان مدنی را بس کند. با این قطعنامه 481 نفر رای موافق و 25 کس رای مخالف دادند. در قطعنامه که روز 18 ژانویه قبول شد، حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت، وکیلان دفاع سخت تنقید کردند. از جمله از عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده و الفتخانی محمدشایوا نام بردند که در 2 سال گذشته به سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند. وکیلان پارلمان اروپا از حکومت تاجیکستان خواستند که بر طبق عهدهای بین‌المللی خود امکان بدهد تا مطبوعات آزادانه و بی ترس و هراس فعالیت نموده خبرنگارانی را که خودسرانه و به محکمه شفاف و عادلانه پس پنجره انداختند آزاد نمایند. قبل از قبول این قطعنامه، خبرنگار رادیو آزادی ریکارد جوزویاک با پتراس آوشتریویچوس وکیل پارلمان اروپا از لیتوا، یکی از مؤلفان قطعنامه، صحبت نمود و نخست از او پرسید که چرا محض در همین زمان قطعنامه را پیشنهاد کردند. I have to admit that today on Wednesday, which is 17th of January, من باید اعتراف کنم که امروز یعنی چهارشنبه 17 ژانویه پارلمان اروپا به یک قطعنامه درباره آسیای مرکزی رای داد. در این قطعنامه به وضع حقوق انسان، وضع مطبوعات، احوال فعالان مدنی در آسیای مرکزی اشاره‌های زیادی شده است. اما این یک نگاه عمومی است، ولی ما سعی کردیم که به تاجیکستان توجهی بیشتر شود که با قبول 2 قانون بخصوص درباره مبارزه با افراطگرایی و تروریسم در چند وقتی گذشته، بخصوص از سال 2022 در آنجا تمایل نوی تعقیب و پامال کردن حقوق فعالان مدنی شدت گرفت. ما شاهد آن شدیم که مقامات با استفاده از این قانون‌ها سرکوب جامعه مدنی را سخت‌تر کردند. برای همین ما نمی‌توانستیم دیگر این وضع بخصوص اوضاع مطبوعات را نادیده بگیریم. از این رو ما فوراً پیشنهاد کردیم و اصلاً پیشنهاد از طرف اتحاد اروپا آمد که به وضع مطبوعات در تاجیکستان تمرکز کرده شود، بخصوص با آن خبرنگاران و فعالان مدنی که با استفاده از آن 2 قانون از 7 تا به 20 سال زندان محکوم شدند و وضع مطبوعات و دیگر اندیشی را در تاجیکستان فوق‌العاده بد کردند. سوال دیگر این بود که مقامات تاجیکستان به این قطعنامه تاکنون چه واکنشی نشان دادند؟ در واقع ما پاسخهای معینی از حکومت تاجیکستان از سفارت کشور در اتحاد اروپا گرفتیم. آنها به ما روز سه‌شنبه اندکی معلومات فرستادند. این یک امر معمولی و قانونی از طرف تاجیکستان است که به ما درباره حادثه‌ای که نگاه دیگری به آن دارند به ما اطلاع بدهند. من همه آن معلومات و سندها را دیدم. در واقع آنها بخصوص به افراد تمرکز کردند که در قطعنامه ذکر شدند. تعداد آنها زیاد نیست، به نظرم 6 نفرند. در آنها نظر حکومت پیشنهاد شده است و گفته شده است که آنها گویا بر کدام اساس به زندان محکوم شدند و یا آزادیشان محدود کرده شده است. صمیمانه بگویم که من آنها را همچون اطلاع فراگیر و نهایی قبول ندارم. من می‌دانم که قانون‌های مبارزه با افراطگرایی در بسیاری از کشورها استفاده شدند و تاجیکستان هم از این استثنا نیست. اگر من تمام آن اطلاع را خوانده باشم هم، نظر و موقع من درباره فوریت قبول قطعنامه را تغییر نداده است. خبرنگار ما همچنین از پتراس آوشتریویچوس پرسید آیا از آن نگران نیست که حکومت تاجیکستان بعد از این قطعنامه فشار به پارلمان اروپا و خود او را ادامه می‌دهد؟ شاید بشود، ولی من انتظار دارم که از راه‌های قانونی صورت بگیرد. من می‌دانم که برخورد با کشورهای خودکامه چگونه است. مرا ببخشید، ولی تاجیکستان یکی از این کشورهاست و این چیزی نوین نیست. بعضاً واکنش‌ها بسیار قطعی می‌شوند. اگر شما از حقوق انسان حمایت می‌کنید، اگر شما در مقایسه با حکومت و یا رهبریت آن کشور گپی دیگر می‌گویید، بیشک باید منتظر تنقید و ردیه‌ها از طرف مقابل باشید. از این رو می‌دانم که ما را تنقید می‌کنند که غیر خالصانه و یک طرفه گفته‌ایم و با مخالفان خدمت می‌کنیم.
به فکرم ما حمایت قوی از تمام گروه‌های سیاسی داریم و روز گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و یک سند مستحکم تهیه کردیم که پیام قوی به مقامات تاجیکستان میرساند و البته ما آن فعالان حامیان حقوق و مطبوعات را حمایت خواهیم کرد. بینندگان گرامی، مصاحبه کامل و گزارش مفصل درباره قطعنامه پارلمان اروپا را در وبسایت azadi.org بخوانید.